آقا ایوبین کرسیت هم زیرش به ما نشون میدی؟ تنور اینجا اتاق تنوری یا خانه آتش. اینم زیر این کرسی که میبینه که برای نون پختن و زمستون تنور درمانی. حالا موزه مردم شناسی مسائل نوستالژی این منطقه بوده که مورد استفاده قرار میگیره. این نقاشی هم که می‌بینید داستان کتاب قلندر قلعه نوشته دکتر یسجدی که این داستان شیخ شهاب الدین سهروردیه که شیخ اشراق بچگی خواب می‌دیده هی میخواد بپره. خواب میده که میخواد بپره نمیتونه. برای پریدن باید 2 تا بال داشته باشه. یه شب میخواد یه پیر تو خواب میبینه اون بالا میگه یحیی بیا این که بال دست منه. یحیی اصفهان بوده میاد همدان. از اونجا میاد گنبد سلطانی زنجان. یه مدت اونجا میمونه. بعد یه روزی قصد سفر به تخت سلیمان میکنه. در مسیر با این پیره که میاد تخت سلیمان آشنا میشه. بعد میاد تخت سلیمان یه مدتی تو معبد آناهیتا و آتشکده آذرگشنفر میمونه. بعد عاشق سیندخت میشه اون دختر ساسانی. بعد دوباره از اینجا میره مراغه. حالا بعداً به نورالانوار میرسه که میشه شیخ اشراق همون شیخ شهاب الدین سهروردی که ما اون نقاشی اون داستان اینجا نقاشی کرد. دست شما در من. آقا اومدید تخت سلیمان اقامتگاه آتر عزیز اینجا خونه دوم شماست و تعلق به خودتون خیلی خوش گذشت. خودش سلام شما پایدار و برقرار باشید. سلامت باشید.